سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام نحوه اقدام برای ورک پرمیت ایرانی‌ها رو بهتون بگم. با هم وارد سایت اداره مهاجرت میشیم، اکانت میسازیم، مدارکی که نیاز هست رو با هم آپلود میکنیم و 0 تا 100 این پروسه رو بهتون آموزش میدم. برای درخواست اوپن ورک پرمیت ایرانی‌ها بعد ابتدا داخل سایت اداره مهاجرت اکانت بسازید. خب برای این کار وارد سایت اداره مهاجرت میشیم و در قسمت پایین اگر که شما اکانت ندارید از این بخش وارد میشید و میریم برای ساخت. خب terms and conditions رو حالا میزنیم و یوزرنیمی باید شما انتخاب بکنید و یک پسوردی رو انتخاب میکنیم، چند تا سکیوریتی کوئسشن رو انتخاب بکنیم و وارد مرحله بعد میشیم. یه ایمیلی رو اینجا باید انتخاب بکنید برای خودتون، اسکرول میکنید و میاید پایین پیجی که هست Apply to Canada رو میزنید و خب از این قسمت باید شروع بکنید به حالا یه سری وارد کردن یه سری اطلاعات. خب ما اینجا میخوایم برای ورک پرمیت اقدام کنیم، بخش اول رو انتخاب میکنیم و دونه دونه باید به این سوالاتی که گفته شده پاسخ داده بشه. بخش اولی خب به چه منظوری شما میخواید اپلای بکنید؟ میخواید برای ورک پرمیت اپلای بکنید، مدت زمانی که شما میخواید بمونید توی کشور کانادا میزنید بیشتر از 6 ماه و کشوری که حالا هستش پاسپورتتون صادر شده رو انتخاب میکنید و گزینه بعدی کشوری که در حال حاضر هستید خب میشه کانادا، چون این روش برای بچه‌هایی هست که داخل خاک کانادا هستن. اگر که شخصی رو یا فامیلی ممبرتون سیتیزن هست یا پی آر کانادا هست و بیشتر از 18 سال سن داره رو انتخاب میکنید، اگر نه که نمیزنید. تاریخ تولدتون به عنوان مثال من حالا هیچی انتخاب میکنم و گزینه نکست رو میزنم. خب تو این بخش ما پرمننت رزیدنت یو اس نیستیم، نو رو میزنیم، وارد بخش بعدی میشیم. استاتوسی که در حال حاضر دارید رو انتخاب میکنید، استودنت هستید، ویزیتور هستید، اگر ورک پرمیت دارید و میخواید اکستندش کنید هر استاتوسی که دارید اینجا انتخاب میکنید که معمولا ویزیتور، حالا این سه تا گزینه بالا هستش که معمولا انتخاب میشه. خب من ویزیتور رو انتخاب میکنم، نکست رو میزنم. بخشی که مهم هست این بخش باید به درستی مطالعه کنید و استاتوستون رو به درستی وارد بکنید تو این بخش. خب با هم بررسی میکنیم. توی اولین بخش این گزینه برامون خیلی مهمه که شما دارید برای اوپن ورک پرمیت اپلای میکنید که یه پابلیک پالیسی حالا دولت کانادا براش در نظر گرفته و اینجا رو میزنید یس و حالا بقیه شرایطتون اگر که با این موارد جور در میاد رو باید بررسی بکنید و حالا یس یا نو رو میزنید. حالا ما با این موارد کاری نداریم، نو رو انتخاب میکنیم. توی این بخش وضعیت تحویلتون رو انتخاب میکنید و گزینه بعدی استان محل سکونتتون رو انتخاب میکنید و گزینه نکست رو انتخاب میکنید. خب مواردی که از ریزالت براتون میاد میتونید انتخاب کنید. خب اینجا با توجه به شرایطی که ما بهش توضیح دادیم و انتخاب کردیم اوپن ورک پرمیت رو به ما ساجست میده و میتونیم براش اپلای بکنیم. کانتینیو رو میزنیم که بریم وارد مرحله بعد بشیم. خب اینجا ازتون میخواد که میگه فامیلی ممبرتون آیا استاتوسی تو کانادا داره یا نه. تو این بخش حالا استاتوسی که شما دارید باید انتخاب بکنید که تا چه زمانی اکسپایر میشه، یعنی انقضای استاتوسی که حالا در حال حاضر هستید، ورک پرمیت هست، ویزیتور ویزا هست، استودنت هست، اینجا انتخاب میکنید تاریخ انقضا رو و نکست رو میزنید. اینجا رو هم نو انتخاب میکنیم. تو این بخش از شما میخواد که آیا شما در حال حاضر یا در آینده میخواد تو یکی از این موارد زیر فعالیت بکنید یا نه. دوستانی که میخوان تو زمینه مدیکال، تو زمینه‌های مثلا آموزش برای کودکان، مدرسه، حالا مواردی که با بچه‌ها سر کار داره، نیازمند اینن که
خب یه آزمایشات و یه سری تست‌های سلامتی رو انجام بدن که ما اینو نو میزنیم و وارد بخش مهم دیگه‌ای که وجود داره توی این بخش باید بزنید که شما اگزمپت هستید از پرداخت فی که برای پر کردن این اپلیکیشن وجود داره. با توجه به حالا این شرایطی که برای ایرانیان گذاشتن، شما نیاز نیست هزینه‌ای بابت ارسال اپلیکیشنتون انجام بدید. اینجا ازتون میپرسه آیا میخواید برای شخص دیگه ای از فامیلی ممبرتون ارسال بکنید یا اطلاعاتشو بزنید. و تو این بخش از شما میخواد آیا شخص دیگه وکیلی کسی به اطلاعاتتون دسترسی داشته باشه یا نه. نو رو انتخاب میکنیم و اینجا انتخاب میکنیم که من اگزمپت هستم از پرداخت بابت این اپلیکیشن و اینجا میپرسه که آیا دیجیتال کپی از داکیومنت هایی که حالا قراره بدید دارید یا نه. خب تو این بخش شما به اون مواردی که حالا انتخاب کردید یه ریویو کلی میندازید بهش و همه اطلاعات اگر درست بود کانتینیو رو میزنید و وارد مرحله بعد میشید. تو این بخش باید داکیومنت هایی که حالا نیاز هست رو آپلود بکنید. خب چک لیستی که نیاز هست پاسپورتتونه و خب من اینجا فامیلی ممبر رو زدم که یه شخصی هست همراهمه، کمتر از 15 سال سن داره و احتمالاً شما نیاز ندارید، یعنی برای شما اگر که شخص همراهی باهاتون نباشه دیگه این داکیومنت ها نیاز نیست. مواردی که مهم هست proof of fee exemption هست، یه حالا تصویر پرسنلیتون، پاسپورتتون و کلاینت اینفورمیشن هست. تو این بخش کلاینت اینفورمیشن اطلاعات یا مواردی که شما میخواید با خود آفیسر صحبت کنید توی یه همچین فایلی قرار میدید، مثل میتونید ویزاتون رو قرار بدید، مجددا پرمیتتون رو قرار بدید توی کلاینت اینفورمیشن یا ورک پرمیتتون رو یا استادی پرمیتتون رو که در حال حاضر دارید قرار بدید. اگر که متأهل هستید داکیومنت های مربوط به تأهلتون رو میتونید قرار بدید. و بخش بعدی که مهمه این فایل هست که شما باید اینو تکمیلش بکنید. خب من الان براتون باز میکنم این فایل رو. فایل 5710 رو که باز بکنید، نکات مهمی که وجود داره و باید بدونید، یکی این که شما این گزینه رو انتخاب میکنید، یه 3 هستش که باید این بخش رو به این صورت پر بکنید که اوپن ورک پرمیت براش اپلای میکنید. خب این توی این دوتا بخش، توی بخش دومش باید ایران 2023 اسپشیال میجرز رو حتما اینجا بنویسید که توی این کاتگوری حتما قرار بگیرید و پس حتما این بخش رو در نظر داشته باشید. نکته دیگه ای که وجود داره تو این بخش اگزمپشن، من بهتون گفتم باید بزنید پروف اف فی اگزمپشن، باید نشون بدید که حالا این چیزی که شما دارید انجام میدید نیاز به پرداخت مبلغ نیست. پس به این خاطر توی یه فایلی ما میایم یه همچین متنی رو آماده میکنیم و حتما باید بنویسید که این بخش رو حتما بنویسید I'm exempt from paying fees under the Iranian special measures. اینو باید حتما شما بنویسید داخل اون داکیومنتی که میخواید با عنوان فی اگزمپشن آپلود بکنید. مدارک رو هم از این قسمت هر کدومش که آماده شد به صورت فایل پی دی اف میکنید و از اینجا آپلود رو میزنید. اگر که اعضای خانواده هم داشته باشید و بخواید انجام بدید، داکیومنت های مربوط به اون شخص رو هم پایین این صفحه هست و میتونید مثل پاسپورتش، حالا مدارکی که مربوط به فی اگزمپشن و این چیزا هست آپلود بکنید و ارسال بکنید. من وارد صفحه‌ای میشم که خود اداره مهاجرت شرایط ایرانی‌ها رو قرار داده، یعنی این سیچویشنی که تو ایران بوده اومده براش حالا قدم به قدم توضیح داده که شما باید چی کار بکنید. میخوام انتهای این صفحه بهتون نحوه وب فرم زدن رو هم بگم که به چه صورت هست. همونطور که میدونید این شرایط رو گفته که تا فوریه 2028 هست و مواردی که گفته که proof of exemption این چیزا رو باید یادداشت کنید به این صورت باشه، اومده توضیح داده و انتهای کارم گفته که شما وب فرم برای ما ارسال کنید. تو اون وب فرم هم اینو حتما به ما متذکر بشید. طبق تجربه‌ای که وجود داره معمولا حالا تو حالت عادی اگر وب فرم نزنیم یه مقدار زمان بررسیشون بیشتر هست. من بهتون پیشنهاد میکنم که وب فرم رو بزنید و از این کلمه کلیدی حتما استفاده بکنید تا توی زمان بررسی پروندهتون این اتفاق سریعتر براتون اتفاق بیفته و بتونید ورک پرمیت 3 سالتون رو سریعتر دریافت کنید. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. با استفاده از این ویدیو میتونید کامل برای خودتون و اعضای خانواده‌تون برای ورک پرمیت ایرانی اقدام بکنید
بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای میتونید از این ویدیو من استفاده کنید. اگر دوستاتون هم نیاز دارن و میدونید برای این روش میخوان اقدام کنن، این ویدیو رو براشون ارسال بکنید. امیدوارم که هر چه زودتر به هدفاتون برسید. موفق باشید.